سلام، خیلی مخلصم آقا. حالا بقیه رو کار نداریم. این یه تیکه حسیری که ما میندازیم معمولا کسی نمیندازه. میخوای یاد بگیری؟ خودم یاد میدم. این چاقوها ناکن، این دست این ور الان ننداختم. این چاقو بدون این خط و خطایی هم که ما میندازیم خیلی قشنگه. ولی ما یه کاری میکنیم که اگر از جیبت این چاقو در اومد، توی کشوی مغازه این چاقو در اومد، کسی ندیده باشه به این زودی دیگه. آقا لیاقت مشتری ما خیلی بیشتره این حرفاست. یه دونه استیل بور یا یه دونه گرانیت بور مثلا، اینا برای خطای خیلی ریزتره. استیل بور رو باید با الماس نازکش بکنی. برای اینکه شما اینو توی 1 دقیقه بندازی داداش من باید 4-5 سال زحمت بکشی. ولی من هرچی که بلدم و داداش یادت میدم. لنگ هیچ آقایی نمونی برای ساختن یه دونه چاقو برای خودت. خیلی از همکارام انگار دلخورن که من این چیزا رو دارم آموزشی ها رو تو پیج میذارم. نمیدونم، طرف شاید فکر میکنه اگر شما یاد بگیرید دیگه چاقو نمیخره. اول روی یه دونه تخته چوب امتحان بکنید این کارو، بعد بیاید رو چاقو رو خراب نکنید. سعی کن اگه میخوای توی 1 ساعت انجامش بدی، تو 2 ساعت انجامش بدی که سری بعد توی 10 دقیقه انجامش بدی. کار دستت بخوابه قضیهش فرق میکنه. خیلی مخلصیم.